با وجودی آن که به تمام شدن موسم تیرماهی دعوت به خدمت حربی همگی یک دو روز دیگر مانده است، مسئولین کمیسریت حربی در منطقه های تاجیکستان به تمام وجودی هستیشان کوشش میکنند هرچی بیشتر با هر وسیله جوانان را شکار کنند و اجباراً به خدمت حربی جلب نمایند. به رادیوی پیام یک مهاجر تاجیک از شهر ساچی فدراسیون روسیه زنگ زده گفت که زاده ناحیه فرخار است. پدرش در بانک کار میکرد. پدرش را به کمیسریت حربی دعوت نموده گفتند اگر در طول 2 روز فرزندش را از روسیه بازخوانده به خدمت حربی نگسیلاند هم از جای کار محروم می شود و هم از فعالیت کاری در دفترچه مهنتیش ثبت شده. برابری از جای کار محروم شدن از امکانات به نفقه برآمدن نیز محروم خواهد شد و مهنت 30 ساله رسمیش برباد خواهد رفت. این مهاجری فرخاری که در شهر ساچی روسیه کار و فعالیت داشته است میگوید در یک مرکز ورزشی برمن شده کار میکند. از ما میپرسد که کمیسریت حربی در این یک روز باقی مانده چطور هم به از معاینه طبی گذرانیدن و حجت آماده کردن و هم به ارسال من فرصت مییابند؟ مگر این عملشان زورگویی و قاچاق انسان نیست؟ یک نفر دیگر از دهه 8 ناحیه 8 در تماس با ما گفت در دهه 8 سال 12 ماه ابلهه است. یعنی در یک سال 12 ماه سرباز شکاری میکنند. در غیر موسم دعوت به خدمت حربی باشد هم هر جوان توی عروسی میکند و یا یگان کارش به جماعت میافتد، رئیس جماعت یورماتوف شوکت شخصا طلب میکند که تا شناسنامه خارجی را آورده به جماعت نسپارد از جماعت یگان حجت نمیگیرد. ثبت اسناد حالت شهروندی یعنی زکس هم نمی شود و به توی عروسی هم اجازه داده نمی شود. ببینید، طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هر نفری که برای ثبت اسناد حالت شهروندی یا خود زکس مراجعت میکند باید بدون یگان ممانعت او زکس کرده شود، به قید گرفته شود. چرا یک قانون شکنی از جانب خود مقامداران سر میزند؟ به دهها زنان کارمند اداره های دولتی، کارمندان بیمارخانه و معلمان مکتب ها که فرزندانشان در مهاجرت است، رئیس جماعت فرمان داده گفته است اگر فرزندانتان اختیاری آمده به خدمت حربی نروند از جای کار محروم خواهید شد. در رایون 8 در دهه 8 اول پاسپورت زاگраничный پاسپورت همون رئیسی دهه میگیرد، بعد زکس میکند. تو زاگраничный پاسپورت بودن تی زکس نمیکند، دست غریزه نمیگیرد. یک جاهلی رئیس دهش دیگه رئیس جماعتش دیگه میکند. 2 سال شد رئیس جماعت عالی شد. اول پیشتر یک ظالمی دیگر بود. حاضر вообще невозможно در دهه 8 زندگی کردن. رودا вообще невозможно. این منبع ما دعوا دارد که جین خودی رئیس جماعت رامشد یورماتوف در هیچ کجای نه تحصیل میکند و نه به خدمت حربی رفته است. چرا رئیس جماعت دهه 8 ناحیه 8 شوکت یورماتوف سراول ابلهه را از نزدیکان خودش سر نمی کند؟ به نظر می رسد خروس در همه جای یک خیل صدا می زند، یعنی تهدیدی محروم کردن مردم از جای کار. ببینید 1-2 روز دیگر ماند. موسم امساله دعوت به خدمت حربی نیز به پایان می رسد. 1 سال 12 ماه در شبکه‌های تلویزیونی دولتی حکومت رکلام می کند که جوانان اختیاری به خدمت حربی می آیند. خودش جوان به کمیسریت حربی آمده اختیاراً می رود. جوانان بیچاره به خدمت حربی رفته را مجبور کرده
رو به روی دوربین می آورید تا بگویند که به خدمت حربی داوطلبانه با اختیار خود آمده اند و همه جا گل است. آخر اگر همه جا گل باشد برای چی از 600,000 نفر مردان قابل ادای خدمت حربی از 18 تا 27 ساله که تا حال خدمت نکردند چرا از عهده 15 یا 16,000 نفر را به خدمت حربی رهسپار کردن نمی برایید؟ مگر خودی همین بچه دزدی و آدم رباییتان نشانگری آن نیست که تا حال در تاجیکستان فضای اعتماد به مقامات و حکومت به وجود نآمده است و کسی نمی خواهد اختیاراً فداکارانه ادای خدمت حربی کند؟ اگر چنین نیست چی نیاز به آدم دزدی و به خانه مردم زده در آمده سر لوچ و پای لوچ بازوری جوانان را گرفته بردن ها؟ اگر واقعا اکثریت جوانان با اختیار خود به خدمت حربی می روند چه حاجت تهدید پدر و مادر آنها؟ این عملهای ننگینتان گواه آن است که لاف و گزاف شما همه دروغ است. بود شده شما همه فریب و نیرنگ و ظلم و استبداد است. این است که بین مقامات و مردم فاصله است. این است که شما از هر فرد ملت به خود دشمن می جویید. وگرنه بین شما و داعش چه فرقی هست؟ کاری داعش هم وحشت و هراس افکنی است، فعالیت روزمره شما نیست. مراجعت ما این است که به این زورگویی و وحشت افکنی بین مردم خاتمه دهید. دیگر راه‌های تشویق کننده را بجویید.